مهاجران برای خوب دانستن زبان روسی می توانند در سپردن انداز از درآمد اشخاص واقعی تا 50% امتیاز بگیرند، ولی برای ندانستن آنها را می توانند جریمه بندند. نشریه سوابودنای پرس روز 24 مارس سال 2023 خبر داد که چنین پیشنهاد در یک میز گرد در دومای دولتی مجلس پایانی پارلمان روسیه از زبان والنتینا کازاکووا، سردار ریاست مهاجرت وزارت کارهای داخلی روسیه صدور داده است. کازاکووا گفته است امتیاز در سپردن انداز وابسته به سطح دانش زبان روسی مهاجران می تواند از 10 تا 50% را تشکیل داده مهاجران را برای آموزش زبان روسی تشویق کند. والنتینا کازاکووا همچنین راهاندازی ریتینگ دانستن زبان روسی را برای مهاجران پیشنهاد کرده و گفت برای آنها باید 3 ماه دوره همایش ادپتاسیا جاری کنند و مهاجرانی که در این 3 ماه زبان روسی را یاد نگرفتند باید پول علاوه‌ای به اصطلاح پرداخت ادپتاسیونی بسپارند. به این ترتیب مقامات روسیه میخواهند به مهاجران برای عزمشان به آموختن زبان روسی امتیاز دهند، ولی آنهایی را که برای آموزش این زبان عزم نشان نمیدهند جزا دهند. مهاجران چندین سال باز در روسیه مجبورند که برای گرفتن پتنت از زبان روسی امتحان میسپارند. آنهایی که برای اخذ اقامت یا شهروندی عریضه میسپارند باید نه فقط زبان بلکه تاریخ و فرهنگ روسیه را نیز بدانند و از آن امتحان میسپارند. از این قبل روز 2 مارس سال 2023 در یک جلسه مربوط به مسائل مهاجرت در حضور والی یا گوبرناتور ولایت کالوگا ولادیسلاو شپاش که با سیاست آشکارا ضد مهاجران نام برآورده است، از آن اظهار نگرانی کردند که همسران بسیاری از مهاجران زبان روسی را نمیدونند و میل و خواهش آموختن این زبان را هم ندارند که این به همایش و ادپتاسیون فرزندان آنها در مکتب‌های روسیه تاثیر منفی میرساند. بنا به گزارش نشر شده در سامانه رسمی شورای حقوق انسان روسیه، یا رئیس این شورا والری فدیف در کالوگا تهیه رویخط تمام فرزندان مهاجران را پیشنهاد کرد و آموختن زبان روسی را یک شرط برای دریافت کمک‌های اجتماعی نامید. اگر کمک اجتماعی گرفتن خواهید لطف کنید و زبان روسی را بیاموزید. ما را میتوانند به پایمال کردن حقوق آنها عیبدار کنند، ولی این حمایت از حقوق شهروندان روسیه است. این برای جامعه ضرور است. والری فدیف بنا به اطلاع سوابودنای پرس همچنین پیشنهاد کرده است که مهاجرانی را که فرزندانشان را هم به روسیه آوردند باید مجبور کنند تا که فرزندانشان را به مکتب بدهند. در غیر این صورت گفت فدیف باید آنها را از حقوق پدر و مادری محروم کنند. این پیشنهادها ظاهرا ناراضگی مقامات روسیه از سطح دانستن زبان روسی از جانب مهاجران و از طرف دیگر از مهاجرت‌های سرشمار مهاجران برای دریافت کمک‌های اجتماعی را نشان می‌دهد. بنا به حساب‌ها هر سال تا 10 میلیون مهاجر کره از جمله بیش از 1 میلیون مهاجر تاجیک به جستجوی کار به روسیه می‌آیند. هزاران نفر آنها زنان و فرزندان و برخی پدر و مادر خود را نیز همراه به روسیه می‌آورند.